هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای تلسم شکسته‌ای که سال جدید رو با این قمپوزای مضحک آغاز کرد. ما باید بنشینیم طرح‌های مقابله با تحریم را بررسی کنیم و به طور جدی اونها رو دنبال کنیم. وظیفه ما اینه. البته سید علی وافور به خوبی میدونه که در سال 98 چه تونلی در مقابل خودش و رژیمشه. عظما از برنامه‌های نظام برای مقابله با تحریم گفت. حالا بریم و چند تا از این برنامه‌ها رو با هم ببینیم. بله، حالا دیگه پیاز هم به کالای لوکس تبدیل شده و توی سفره مردم چنین وضعیتی داره. البته اینا برنامه‌هایی بود که آخوندا برای مردم دارن، وگرنه برنامه‌شون برای خودشون و آقازاده هاشون اینه. اینجا یکی از ویلای لواسون امروز گزارش شد که آتش سوزی شده. ما اومدیم و 3 تا اتاقه، 2 تا اتاقش که سالمه تماما پر پول، اینم اتاق سومه که همینطور که میبینید یورو و دلار و اینا. یعنی آخوندهای حکومتی شب و روز در کمینن تا حق مردم رو ببرن. در همون روزهای اول عید خبر فاجعه سیل در استان گلستان همه جا پیچید و تازه معلوم شد که استاندار گلستان اصلا ایران نبوده. در شبکه‌های مجازی و بعضی از خبرگزاری‌ها خبری اومده بود که استاندار گلستان حضور ندارن در استان گلستان. آیا این خبر صحیح هستش؟ بله، استاندار گلستان شاید بیش از 1 ماه قبل از نوروز تقاضای مرخصی داشتن که به اصطلاح سفری داشته باشن. با یه مشکل خانوادگی برای ایشان در یکی از موارد پیش آمده بود، مجبور اعزام به خارج بودن 1 ماه قبل از نوروز. این هم تصویری از بازگشت استاندار گلستان به ایران بعد از ماجرای سیل. شیخ فری هم بعد از چند روز سر و کلش پیدا شد و به چند تا وعده دوغکی بسنده کرد. مسئولین هستند. من از ارتش و سپاه میخوام که برای تخلیه و همچنین کار مهندسی که در هر دو زمینه و سریعتر آب تخلیه بشه، این قدم اول هست در اونجا. از قدیم گفتن مجرم به صحنه جرم برمیگرده. این هم یکی از مجرمان اصلی فاجعه سیل، یعنی پاسدار جعفری که به صحنه جرم برگشت و تلاش کرد با آب بازی کردن خودش رو همراه نشون بده. پاسدار لاریجانی هم به منطقه سیل زده رفت تا با وقاحت تمام بگه همین که سالمید و زنده اید کلاهتون رو هم بالا بندازید. هیچی نداریم، سالم از هیچی نداریم، اون چه که در این نمایش ها موج میزنه ترس و وحشت کارگزاران رژیم از مردمه و قشنگ معلومه که دنبال فرصتی میگردن که زودتر برگردن. جا داره که یادی هم بکنیم از افاضات این رئیس سازمان مدیریت بحران آخوندها که نگاه این جماعت به فاجعه سیل رو به خلاصه ترین شکل ممکن بیان کرده.
هر جا تو این سه تا استانی که چند روز اخیر بازدید داشتم، حتی مردمی که آسیب دیده بودن از این قضیه اظهار خوشحالی میکردن. تمام خونه‌ها ما زیر آب و گل و خرگ هستن. اصلا به نظر میرسید که خداوکیلی طبیعت هستن، اصلا زمین و زمان، این درختها کاملا شسته شده بود، یک تراوت دیگه گرفته بود، همه رودها آب جاری بود. واقعا اینها رو ببینیم. توی این وضعیت یه مستند نمایشی هم برای پاسدار قاسمی درست کردن تا بگن سپاه سخت مشغول خدمات رسانی به سیل زده ها و زلزله زده هاست. بخشی از این نمایش تصنعی و دغدغه آخوندا رو ببینید. مینیموم ابعاد برای این که هر 100 تا دونه‌شو باکس میکنیم میذاریم کف تریلی میره توی روستا. این کاربرد کمتر داره. اهل تسنن توی وضوع گرفتن اینها پاشونو میشورن. اینها یه دونه قرینه اون من گذاشتم اینجا، یه باکس کامل که قیمتش در میاد 650 تومن 250 تومن هم این باید بشه زیر 1 میلیون تومن. خلاصه این که آخوندا در سال خوک به دنبال مهار بحران بودن اما با ابرچالش مواجه شدن. از اونجایی که بازتاب همه این بحران‌ها در میان بسیجی‌ها چیزی جز ترس و وحشت نیست، طبق معمول پاسدار عباسی اومده تا با این توهمات حال بسیجی‌ها رو جا بیاره. آمریکا زودتر از اونی که همه فکر میکنند مثل شوروی خواهد پاشید بدون شلیک یک گلوله و این گزاره دیر نیست که شما حتما در دوره میانسالی و جوانی خودتون انشالله این رو ببینید. یکی نیست به این جماعت وامونده بگه بابا 8 خودتون گروه 9تونه بعد دنبال فروپاشی بقیه اید. رزمنده ای که میگی رفتم جبهه چی شد، با خدا معامله کردی تو. خانواده شهید، آزاده، ایثارگر، جانباز، شما با خدا معامله کردید. مردمی که از اول انقلاب تو انتخابات ها شرکت کردید، شما با خدا معامله کردید. مردم میشه کسی با خدا معامله کنه پشیمان بشه؟ این هم یک اعتراف دیگه در رابطه با وضعیت زار و نزار نظام. کاری که یه سانتریفیوژی که تو آلمان هستش، تو کانادا هستش، تو سانتریفیوژهای پیشرفته، کاری که یه دونه از اونا میکنه ما در ایران با 12 الی 22 سانتریفیوژ باید انجام بدیم. میتونید حدس بزنید که 10 سال دیگه 15 سال دیگه این سانتریفیوژا به لعنت خدا نمیارزه. این یارو هست با وانت میاد آهن شدن، مس، مفرش، شوفا شکسته، نمیدونم اینا رو میخریم، حتی با اونم نمیتونیم اینا رو بفروشیم. ادامه سال 98 برای آخوندا احتمالاً یه چیزی تو این مایه ها خواهد بود. این سلبریتی حکومتی هم اومده توی تیوی ریش تا هم از پشم و شیشه خامنه‌ای دفاع کنه و هم آخرین نظر عظما درباره تحریم ها رو اینطوری رله کنه. بعضی دوستان گلایه داشتن که چرا الان اومدین توی این برنامه حضور پیدا کردین، تحریم کرده بودن تلویزیونا، ولی من به اون دوستان اعلام میکنم که ما به احترام ملت ایران اینجا هستیم، ملتی که عاشقانه دور هم جمع شدیم و هر چیز زودتر این همبستگی ایجاد شه، هر چیز زودتر این وحدت بین ما ملت ایران به وجود بیاد. همه این تحریم‌ها و فشارها میگن خلایق هر چه لایقیم. خداوند شاید خواسته برای ما که این اتفاقات، این تعیینا برای ما به وجود بیاد که ماها دلمون به هم نزدیک شه. اینا به خیال خودشون اینطوری دارن از دروازه عظما دفاع میکنن، اما خبر ندارن که خیلی وقت گل رو خوردن. بحران در نظام ولایت به قدری بالا گرفته و جنگ گورکا به نقطه‌ای رسیده که حتی توی تیوی ریش و برنامه‌های عروسکیشون هم شیخ فیرا اینطوری سکه پول میکنن.
احتیاج نداشته باشند و این تورم خیلی بلا مثل سیلی. وقتی آخوندا از حرکت در سال 98 و گام دوم انقلاب حرف میزنن، اولین تصویری که به ذهن میاد اینه. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی عجیبی جلب می‌کنیم که آمیزه‌ای از دقت و مهارت و تمرکزه. 双击，红车2跳进前窗。双击，谢谢了啊。双击，谢谢。小土块啊。 双击，红心点点，谢谢了啊！拜托大家，谢谢。无限弹道飞个盆儿，走了。